محشر آمد، این قصه ز سوز جگر آمد. برخیز که با نوای نیباز شمس و قمری دگر برآمد. وای چه نالی پی و آهش به گریه، در عالم از این غم شرر آمد. برخیز که شور محشر آمد، این قصه ز سوز جگر آمد. برخیز که شور محشر آمد، این قصه ز سوز جگر آمد. مرا کفن کن، بعد به میدان برو. مختار به قدر کافی غرامت عشق به ناریه را پرداخته. برو، پا پیچم نشو. چه شد ناریه؟ تو که فالگوش ایستاده بودی کلک، شنیدی که غرامت عشقش را داده؟ آخ، چف به قبر میتت ناریه. کاش پدر گور به گور شده من مغضوب پیامبر نبود. چرا نبش قبر میکنی ناریه؟ نبش قبر نیست جاریه، دلم خون است. من دختر هر کس جز سمارت ابن جندب بودم، به تیزی چشمانم زبان مختار را میبریدم. هنوز هم میتوانی؟ نمیشود جاریه. وسوسه های عمو جانت کاری تر بوده. میخواهد به میدان برود. خب برود. چرا من باید پا پیچش شوم و خودم را سبک کنم؟ نه، ظاهرا تو هم بدت نمیآید مختار را در رزم جامه ببینی. چرا که نه؟ مختار در رزم جامه دلرباتر است تا در لباس دهقانی. وقتی ریشش را کوتاه می کند، صورتش پر از غرور می شود. ناریه، تو چرا حسود نیستی؟ رزم جامعه مختار رقیب توست. نمی ترسی از هوایی که ممکن است خانه خرابت کند؟ واقعا؟ مختار به میدان برود و عربده‌ای بکشد، تنها دل دشمنان حسن را نمی لرزاند.
لشکری از دخترکان سیاه چشم عرب برایش قش میکنند و میمیرند. غلط میکنن. چشمان تک تکشون رو از کاسه در میآورم. ایرانی پهلوانی است به نام رستم دستان که اژدها کش است و دیوان و ددان را مغلوب می‌کند. منظور شبیه رستم شده ای، پهلوان جنگ‌های محال و فاتح میادین دشوار. من همیشه رستم خیالم را مثل تو می‌دیدم. کیان؟ من مختارم، شبیه خودم. به گمانم رستم دستانت هم که بیاید نتواند حریف این جماعت مخنث مسبسب شود. اوضاع از آن که فکر میکردم وخیم‌تر است. دستی که تو را در آغوش میکشد خنجر کین در مشت دارد. این بار معاویه دخترش را با جهیزیه ای از طلا بر نیزه کرده. فقط خدا میتواند مجتبی را از شر این مکر حفظ کند. دادار حضرت اجل مختار کمر بسته به پیکار تا بکوبد یاغی و تاغی و خطاکار. نزاع عرب و عجم حیلتیست آشکار از سوی دشمن مکار. زبرها مکی، تیغها هندی، زره ها داوودی، هرچه از ابهت لشکر شام بشنوید کم شنیده اید. چه جنگجویانی! من تا به حال آدمیزاد به ریخت و قواره آنها ندیدم. قدرتی خدا، گردن گاو، ران کمر یابو، بازوان الاغ، چشمها وقزده کنهو چشم دیو. چشمم بین اجنه ها افتاد، دردم اشهدم را خواندم. لب به التماس گشودم، فهمیدند عراقی هستم. چشمتان روز بد نبیند. مرا از پاچه آویزانم کردند و بکوب که میکوبی. از کجا فهمیدن عراقی هستی؟ از کجا؟ از تهلهجم. عین و غین ما عراقی ها با غین و عین شامی ها فرق می کند. امان از کوزه هایشان، کوزه که نه بلای سیاه. خدایا مسلمان نشنود کافر نبیند. از همشیره ها کسی حامله نیست؟ ترس از لشکر شاه مغلوبش از سرت پرانده. کوزه چه ربطی دارد به زن حامله؟ ربطش این است که نمیخواهم قاتل طفلی از مسلمانان باشم. زن حامله بشنود داخل کوزه های شامیان چه دیدم، از ترس بچه میاندازد مسلمان. با این ادا اصولا نصف جانمان کردی. جان بکن، بگو در داخل کوزه ها چه دیدی؟ کژدم های ارباز. هودج 1000 شتر از کوزه بار کردند که پر از کژدم های ارباز است. میخواهند با منجنیقان ها را به خانه های مدائن بیاندازند. عرض نکردم؟ خدایا توبه. به حکم تکلیف باید مسلمین را از خطری که در کمینشان است آگاه کنند. خدایا توبه. این اباطیل همه لاف است و گزاف، میخواهند ما را بترسانند. خدایا ما را از شر دجال شامی حفظ کن. آمین. چطور میتوانند آن همه کژدم را پر از کوزه کنند؟ کوزه را پر از کژدم کردن، نه کژدم را پر از کوزه. بیشک از مزدوران شام است.
کت و بالش رو ببندید. بله امیر. پیاده شید. خیلی راحت کنه آب خوردن. حیلتشان را به چشم دیدم. سربازان شامی ملخی را بر سر چوبی میبندند و آن را به سوراخ کژدم نزدیک میکنند. کژدم به هوس طعمه بیرون میآید و به تله میافتد. شکارچیان کژدم ارباز و جنگجویان نتراشیده و نخراشیده شامی شکل من نبودن؟ چرا به سهولت و هیبت دست کمی از آنها نداری، ولی به قد و قوار سلطان هم نمیشوی. غلط نکنم شما را در جای زیارت کردم. بی غیرت، خجالت نمیکشی با این لاتائلات وحشت به جان مردم میاندازی؟ بی خانمانی مردم شهر و دیارت رو به چند سکه فروخته ای خائن! ای که بشکند دست بی نمک، بیا و خوبی کن. دستانت بی نمک نیست، خائن است. من آنها را خواهم شکست. کت و بالش رو ببندی. اگر ناز فریب این دروغ زنان را نخورید. میخواهند شما را به کشتن میدهند. میخواهند که ادعا و بچه شما را سپر بلای خود سازند. من مردم فروشم یا شما که یک روده راست در شکمتان نیست؟ چرا اخبار جنگ را پنهان میکنید؟ تسلیم شدن لشکر عراق دروغ است یا زخمی شدن حسن ابن علی؟ وقتی چند تا از همان کژدم‌های ارباز را به جانت انداختم، مغار میایی چه مأموریتی داشته ای؟ ببریدش. آی مردم، آی مردم از لشکر عراق تعدادی شل و کل و پیر و کور مانده است که در ساباز منتظر ملک الموت است. ایها الناس، حقه تازه شامیان را از زبان مزدورشان شنیدید. اکنون چند کلمه‌ای بشنوید از امیر مختار ثقفی که از امروز عهدهدار امور مدائن شد. من گمان می‌کردم معاویه برای اینکه دل و دین جنگجویان عراق را بخرد بر پشت اشتران کوزه‌های پر از طلا بار کند. اما این کژدم‌های ارباز از همان جنس لطایف الحیل ورق پاره هایی هستند که در صفین به نام قرآن بر نیزه رفتند. حقیقت این است که عراق عرب همیشه در میدان نبرد حریف قدر و قلدری برای شام بوده و هست. شامیان اگر مرد جنگ بودند دست به دامن کژدم‌های ارباز نمی شدند. آنها تمام امیدشان به جهل شما بسته. همان گونه که پیش از این طلایه داران لشکر عراق قبل از این که به میدان نبرد وارد شوند مغلوب طلاهای معاویه شدند. جماعت مجتبی زخم برداشته، نه در میدان جنگ و نه به دست نیروهای شام. او در تاریکی شب و به تیغ جفای خوارج مجروح گشته. امروز شهر شما، شهر مدائن، میزبان پسر پیامبر است که شکر خدا جراحتشان رو به بهبودی است و به زودی از بستر برخاسته پاسخی دندان شکن به لاف و گزاف های معاویه خواهند داد. و اما من مختار ثقفی از امروز بنا دارم در این شهر هر ندای خائنانه و مشکوکی را در نطفه خفه کنم و این شهر، شهر مدائن، شهر شما را به یاری خدا از لوث وجود مزدوران شام پاک کنم.
اذن بن قتلت. ای مردم مدائن، به کدامین گناه میخواهند شما را تومه جنگی بیهوده کنند؟ شما امروز میزبان کسی هستید که ابایی ندارد خونتان ریخته شود، اموالتان به غارت رود و ناموستان به حراج. دیر نباشد که شامیان با منجنیق‌ها و قاروره‌های نفتین رومی آتش بر سرتان ببارند و شما را در خانه و کاشانتان زنده زنده بسوزانند. چرا حسن ابن علی باید به شهر شما بیاید وقتی میداند جنگ را باخته و معاویه برای سرش وعده ها کرده؟ من از اردوی مجاهدانی میآیم که امروز عزادار برادر شهیدشان جراح ابن سنانند، شهیدی که فقط به قصد قربت بر پسر ابو تراب زخم زد و خود به فیض شهادت رسید. لا حکم الا لله، 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 لا حکم الا لله. برادران، در کجای شریعت محمد آمده که حکومت مثل ایران و روم بایستی موروثی باشد؟ معاویه برای پسرک تناز کبوترباز و میمونبازش سر و دست میشکند و پسران علی که از خویشاوندی با پیامبر سوء استفاده میکنند. خوب دور برداشته یزرق. رجز خواندن در میدان خالی شهامت نمیخواهد. نفرین بر شما خارجی ها که مایه ننگ و نفرت عربید. شما که امروز معاویه را کافر میدانید، چطور شد که در صفین به مسلمانی شهادت دادید و در برابر قرآن هایی که بر نیزه کردند سجده کردید؟ میشنوید برادران؟ ما را متهم میکنند که از دین خارج شده ایم، در حالی که وفادارترین امت به شریعت احمدیم. حرف دیروز و امروزمان یکیست، نه معاویه، نه علی و نه فرزندانشان. تا اینها بر سر کار باشند جنگ برادرکشان تمامی ندارد. بعضا و جوارح مسلمین بر خاک است و فتنه در میان امت برجا. به خدا قسم با وجود فتنه اموی و علوی فضیلتی بالاتر از جهاد نیست. لا حکم الا لله، لا حکم الا لله، لا حکم الا لله، لا حکم الا لله. جرأت دارید در بوده مختار رجز بخوانی؟ این نزاع حالا تماشا دارد. چطور شد مختار از امر زراعت دل کنده؟ شنیدم سپهسالار لشکر عراق شده. جارچیان خبر امارتش بر مدائن را جار می‌زدن. امیر مدائن که بود؟ مختار امیر نبود بنده خدا. امیر مدائن عموی مختار است. عجیب است که خفاش ها روز روشن به میدان آمدند. تا جایی که من میدانم خفاش از نور گریزان است و در تاریکی شب تومه‌اش را صید میکند. تو که بی‌طرف بودی و پشت به جنگ برادرکشان داشتی ابو اسحاق. از حقیقت دارد که تو را هم فریفتند. تو به چه طمعی دینت را به دنیا فروختی مختار؟ پادشاهی عراق میرزد، میدانی چرا در این جنگ به قول تو برادرکشان بی‌طرف بودم؟ دلیلش عصبانیت از عدالتی است که به امثال شما حیوانات فرصت میدهد تا آشکارا شمشیر ببندید و جولان بدهید و در میان عوام و ناس بچرخید و افکار ضالتان را جار کنید. خوارج از نظر من کافران حربیان و مهدور و دم، چه شمشیر بکشند چه شمشیر نکشند. این بار را، فقط همین بار را، به حکم الکاظمین الغیظ و العافین عن الناس از خونتان میگذرم. حالا گورتان را گم کنید و از جلوی چشمانم دور شوید. یک بار دیگر ببینمتان، مادرتان را به عزایتان می نشانم. برو و این پیغام را به رفقای خبیثت برسان.
شمشیرت هم به خوبی زبانت رجز میخواند پادشاه آینده عراق. تا به حال با شمشیرم سگ نکشم. کیو؟ به جنود شیطان فرصت نفس کشیدن نمیدهید. رهایی این جماعت جفایی است بر رعیت. همه‌شان را به زندان کوشک ببرید. بله امیر. اما شما خوب گوشهایتان را باز کنید. زین پس کسی بخواهد سر خود در این شهر شمشیر بکشد یا چوب و چماق بردارد و در شهر آشوب و بلوا برپا کند، با من طرف است. مجرم است. چه عرب باشد یا ایرانی، اموی باشد یا علوی. از این به بعد در شهر مدائن حفظ امنیت با مختار است. بلاغه چرا رم کرده ای گلم؟ چرا ترسیدی؟ مختار به میدان آمده. نشنیدی؟ چرا؟ مدائن گر گرفته بود، مختار آبی شد بر آتش شهر. چه نسقی کشیده. هیچ کس جرأت عرض اندام ندارد. نشد پاسوز خانه‌اش کنی نه؟ نشد حنانه. دم به تله نداد. عشق آتشین ناریه هم نتوانست منصرفش کند. گوش به هر وسوسه و نغمه بسته. تو چرا خودخوری میکنی عمرم؟ مختار به میدان آمده دست عمر را بسته؟ فدای سرت. عمر میخواهد شاه عراق بشود، خب باید از مانع مختار بپرد. میتواند حنانه. اگر تو بخواهی میتواند. باز چه خوابی دیده؟ خیر است عمرم. عمر و مختار از بچگی با هم رقیب بودن، بلدن با هم کنار بیایند. بیا بشنوی عمر برایت چه نقشه‌ای کشیده. هوش از سرت میپرد. این رنگ رزان مجوز را بکن. مجوز تو باشی به ولی نعمتت دهنکجی نکنی. منال ببینم حق با امویست یا علوی؟ معاویه یا علی؟ منال عرب نجات پرست. حق به دست یا ایران که از آخور معاویه بلیدی. حق با کسیست که طلا دارد یا با کسی که خدا را دارد. زدی؟ پناه بر خدا. کله خر است یا کله آدمی؟ شاخ گاو روی سرت چه میکند؟ ای خر حالان جلت نو شده از قبای زرگر. ای خر ارباب مهیرت شده از خصم پیمبر. ای خر حالان جلت نو شده از قبای زرگر. ای خر
از بس که الاغی سوارت شده یک تازی بربند. یه سرگین گاومیش به دماغت خورده کچل مجوس. خیال میکنی از بیت المال پسر علی گله گاومیش نصیبت میشود؟ گاومیش برای من دوره میافتی و تومار جمع میکنی ها؟ بیا جلو تا مغز نداشتت را حرام سگها کنن. بیا جلو. بواسیرت آب کرده یا کرم به جانت افتاده؟ دق دلی کدام مرضت را میخوایی سر ما خالی کنی؟ شیخ ابو مرض، به تو چه که من تومار جمع میکنم؟ به چه حقی در خانه من به من حکم ایرانی منحوس بزنم؟ به نهمار تویی مغز. لشکریان شام پشت دروازه های شهر خیمه زده. معاویه بو ببرد که مدائنی حامی پسر علی است، به صغیر و کبیرمان ره نمی کند. هی ملخور، تو دلت برای مدائن و مدائنی نسوخته. همه میدانند اعراب حضرمی مزدوران معاویه‌اند. شما میترسید که معاویه گیر و مواکبتان را قطع کند. کچل احمق، معاویه آنقدر سخاوت دارد که خر در دوینه میبندد در آخرش اشرفی میریزد. تو که سنگ پسر علی را به سینه میزنی، قرار است چه گلی به سرتان بزند یابو؟ در دولت پسر علی همین بس که ایرانی و عرب را به یک چشم ببیند. ما سر و جان میدهیم برای این مرامش. به خدا قسم همین دلیل کفایت میکند که ما تشنه به خون پسر علی باشیم. این آرزو را به گور میبریم که عرب با عجم یکی باشه. فخر معاویه بزنم. اعراب از کدام تیره و طایفند؟ گاو زبانتان را جویده؟ من زبان تک تکتان را میبرم تا همه عمر معاف از معرفی باشید. تا آمده ای ما را به سلابه بکشی، بکش. به تیره و طایفه ما چه کار داری؟ تو سلابه نمیخواهی مردک، قلاده میخواهی. ابو فتنه، شرارت همچون کرم در کاسه چشمانت لول میخورد. حضرت عجل، این جماعت از اعراب حضرمی هستند. تو از کدام تیره عجم هایی؟ از عجمان دیلم. نزاع عرب حضرمی و عجم دیلمی، این یعنی جنگ اموی و علوی. اما چرا اینجا در مدائن؟ چرا در بازار رنگرزها؟ نزاع در داخل شهر یعنی آشوب، یعنی جنگ علیه امنیت و قانون، جنگ با فرماندار. امروز فرماندار این شهر منم. مرد میخواهم برای نبرد. کیان؟ بله امیر. نامه اعمال تک تکشان را میسنجی. هر کس که ضربتی زده یا ضربتی خورده مجرم است.
حضرت عجل نمیپرسید این دعوا و جر و منجر بر سر چیست؟ چون و چرایش به عهده قاضی است نه فرماندار. خوردی کچل، این بود عدالتی که خودت را برایش تکه پاره میکردی. دست مریضات مختار. خیال کردم یک دلاور عراق عرب به میدان آمده تا شیعه خار و خفیف نباشد. توقع داشتید در برابر فحاشی های این شیخ مریض خودفروش حسمی لال باشم؟ او به جرم حمایت از پسر علی بر من تبر کشید. باید گردن خم می کردم تا بزند. کسی محق باشد ترس از محکمه و قضاوت ندارد. در ضمن شیعه‌ای که ملعبه دست ابوفتنه شود و آب با آسیاب دشمن بریزد همان به که در زندان بماند و بپوسد. مختار، خال المؤمنین معاویه ابن ابو سفیان برنده جنگی است که بر سر میراث محمد برپا شده. تو با عمویت نمیتوانید مانعش شوید. تو اهل درایت و سیاستی مختار، چرا حکومت عراق عرب را با پسر علی محافظه نمی کنی؟ چرا به زندان نبردی؟ اصل ملت تماشایشون کنند که چه بشود؟ اسارت اینها عبرتی است برای آشوبگران که هنوز آزادند. با آبروی مردم بازی میکنید؟ از انظار خلق دورشان کنید. بله امیر. عذر موجه دارم برادرم. شاید بتوانم به کمک برادرزادم برای چند روز معضلتان را حل کنم. ایشان برادرزادم مختارند. السلام علیکم یا مختار. و علیکم السلام. بفرمایید. السلام علیکم. و علیکم السلام. و علیکم السلام. در اوصاف مختار پسر ابو عبید ثقفی بسیار شنیدم. مفتخرم به زیارتتان. ممنونم. بفرمایید. بفرمایید. خدا رحمت کند همه اسیران خاک را. از در که داخل شدی لحظه خیال کردم برادرم ابو عبید آمده. نمیدانی در این لباس چقدر شبیه او شده ای. مرحبا عمو جان، رو سفیدم کردی. اخبارت مو به مو، نکته به نکته به من میرسید. عجب ضرب شستی نشان دادی. شنیدم همه مفسدین دو به همزن ماستا را کیسه کردند. شکر خدا نظم و امنیت برقرار شده. مأمورین بر اوضاع شهر احاطه کامل دارند. مرحبا عمو جان. ما پیش از این وقایع هرچه آذوقه در انبان داشتیم به درخواست امام فرستادیم. در حال حاضر انبارهای حکومتی مثل کف دست بنده است، صاف و پاک. علی ای حال از کمک اهالی متمول مدائن ناامید نیستم. شما به سابات بروید. سعی می کنم فردا اولین کاروان محموله آذوقه و علیق را برایتان بفرستم. خداوند بر عزت و جاه و مقامتان بیفزاید. امام 10 تن از یارانی چون شما را در کنار خود داشت به این مصیبت دچار نمیشد. تا مشیت الهی چه باشد برادر؟ شاید در این مصیبت رحمتی باشد که ما نمیدانیم. حکایت امروز امام مجتبی حکایت جدش رسول خدا در احد است. یکی از برکات شکست در احد بیداری مسلمین بود. بله البته. اجازه مرخصی میفرمایید؟ در پناه خدا محفوظ باشید.
جناب مختار، شما از نسل سلحشوران بنام و پرآوازه عراق عربی، نسل مردان پیلافکن، جایت در کنار پسر پیامبر خالی بود. سربلندیم و مغرور که در رکابت شمشیر بزنیم. هر آنچه خدا بخواهد سردار. در پناه حق. خداحافظ. خدا پشت پناهتون. شنیدی عمو جان؟ تو از نسل مردان پیلافکنی. میبینی تو و پدرت در دل و ذهن مردم چه منزلتی دارید؟ حفظ این مقام و منزلت کار دشواری است. توصیه میکنم سری به اردوی امام در سابات بزن. لشکر عراق روحیه خود را باخته؟ حتم دارم تو را ببینند جانی دوباره پیدا میکنند. الحق مرد سیاستی عمو جان. شما از من خواستید که در اداره امور مدائن و مراقبت از جان امام کمک احوالتان باشم. من هم به جان و دل پذیرفتم. من در حوزه فرمانداری شما تا روزی که امام در مدائن هستند از هیچ کمکی مضایقه نمی کنم، اما در جنگی که فرجامش شکست و رسوایی است داخل نمی شوم. پس نمیخواهی جبران ما فات کنی؟ نه که نخواهم، نمیتوانم. چرا نمیتوانی؟ تو قدرت و هوش فوق‌العاده‌ای در فرماندهی و اداره امور داری. تو در یک نیمه روز توانستی مدائن را مسخر کنی. چرا فکر میکنی نمیتوانی سپاه مزمحل عراق را بسازی؟ مدائن را در یک نیم روز فتح کردم چون اختیار تام داشتم، چون از سیاست سرکوب استفاده کردم. امام با چنین شیوهی موافق نیست. چرا؟ برای اینکه در این شیوه ممکن است انسانهای بیگناه هم قربانی شوند. بهرام رنگرز نمونهش. میدانم که بیگناه است، اما اگر او را در بنده میکردم قوقای عرب و عجم خاموش نمیشد. خب این هم دلیلی است. امیدوارم اقامت امام در مدائن طولانی نشود. دلواپس چه هستی مختار؟ کشت و زرعم، امور رعیتم. کم مشغله‌ای نیست مشغله یک لشکر نانخور. کیان، یکی از مشغله های مهم مختار تویی. چرا این شیر شرزه را در بیشه زن و زراعت و نان و آب زندانی کرده اید؟ کیان؟ مشغله مهم من تویی؟ من غلام شما هستم مختار. چرا مثل چغندر سرخ شدی؟ مرحبا به این حجب و حیا و تواضع. منظورتان از این کنایه چیست؟ کیان جاریه را از من خواستگاری کرده. من رضایت تو را شرط کردم. ناراحت شدی ابو اسحاق؟ به دوستی من فکر میکردم. فکر بعدی که نکردی. حقیقتش چرا؟ فکر میکردم نکند دوست بیریایی من به طمع خواهرم دور و برم میپلکد. احساس عجیبی دارم کیان. جاریه خواهر ناتنی من است و در خانه من بزرگ شده. درست است که من رقش پدری کردم، اما قبول کن صاحب اختیارش نیستم. وصلت تو با ما هم برایم احساس گنگی است، اما با این وجود من حرفی ندارم. امشب به خانه ما بیا و وقتت را امتحان کن. رضایت من نیمی از مسئله است.
جواب قطعی را باید جاریه بدهد، نه من. عرب را با عجم چه وصلتی است؟ شرمنده‌ام کیان. امیدوارم به رفاقت ما شک نکنی. دشمنت شرمنده ابو اسحاق. رفاقت با تو برایم عسلی است که تلخی و تندی و شوری نمیتواند شیرینیش را ضایع کند. وصلت با شما برایم لذت مضاعف داشت که بدبختانه فراهم نشد. بی‌پروایی و بی‌ادبی این دخترک بی جواب نمیماند. من به اندازه قوتی که به او خوراندم و رختی که به او پوشاندم حق دارم ادبش کنم. مرحبا، مرحبا ام ثابت. عجب عقربی در آستین پروراندی. حرمت من به درک. این بود رسم میهمان نوازی؟ چرا کاسه کوزه را بر سر من میشکنی مختار؟ جناب کیان، مختار در مورد تقاضای تو حرفی به من نزده بود. خیال میکردم بر حسب عادت به دیدن دوستت آمده ای. میدانستم چه خیالی دارید. جاریه را میساختم که لااقل اهانت نکند. من هم شرمندم. من این جمله را از زبان عرب بسیار شنیدم بانو. باکی نیست. کیش بودی ته گستاخ؟ نه ابو اسحاق نه، تو را به جان کیان نه. او مغرور است و جوان. به خدا قسم غرورش آتش عشقش را به جانم افکن. تمنا میکنم صبور باشید. تو دخالت نکن کیان. این دختر غرور و شرافت من را لگدمال کرده. دستم به دامنتان بانو. شما کاری کنید. جاریه مثل دختر من است. من برای او مادری کردم. سوزش چند تازیانه بهتر از عمری شکنجه در کنار مردی است که از جنس ما نیست. قصد اهانت ندارم. تو باید خودت این چیزها را میسنجیدی. من باور نمی کنم پسر مردی باشی که اولین داوطلب حمله به ایران شد. پسر مردی که شهره به پیل افکن است. پسر شکارچی فیلی که عاقبت پیکرش زیر پای یک فیل ایرانی له و لورده شد. تو پسر آن پدر بودی؟ امروز یار غارت یک ایرانی بی‌نام و نشان نبود. گنده تر از دهانت حرف میزنی دخترک بی چشم و روی فقیر. من برازنده تبارم حرف میزنم مختار. من یک دختر عربم. دختر ابو عبید ثقفی که برای خودش یلی بود. تو هنوز مرا به چشم دختر بچه یتیمی میبینی که برادرش منت بر سرش نهاده و بزرگش کرده. تو کفیل من شدی که جانم را تصاحب کنی؟ تو برادر دلسوز من بودی، این توهین را در حقم روا نمی داشتی. تو چطور قبول کردی یک ایرانی بی‌نام و نشان با جسارت و وقاحت رسومات عرب را لگدمال هوس خود کند؟ فضیلت ما به قوم و نژاد و قبیله نیست نافهم. ما مسلمانیم. از این ایرانی بی‌نام و نشان چه میدانی که با کینه‌ای شطوری بر او میتازی؟ تو میتوانستی با یک نه او را جواب کنی. او به من توهین کرد، من هم پاسخ توهینش را دادم. باورم شد خونه را به جاهلی در حکایت جاری است. خوب گوش کن جاریه. تا به حال گمان میکردم لقمه حلال میتواند خلق و خوی وحشی تو را عوض کند. از امشب به زبان اعراب جاهلی با تو سخن میکنم. به زبان همان تیر و تبار که اینقدر به آنها میبالی. تو بر سر سفره من استخوان ترکاندی. از کنیز من هستی. تا به حال هم همین بوده. تو همیشه به چشم یک کنیز به من نگاه کردی. تو ارباب منی نه برادرم. میتوانی به هر قیمتی که دلت میخواهد مرا به رفیق ایرانیت بفروشی. کیان عروس میخواهد نه عقرب.
هیچ وقت اونقدر بیشوهر به من، اونقدر بیشوهر به من تو موهای سرت رنگ دندانهایت شوند. دست مریزت با این تحفه‌ای که ادب کردی. من حریفش نشدم مختار. او دختری غمگین و تنهاست. امروز از خوشبختی دخترانی حرف میزد که زنده به گور شدن. آرزو میکرد کاش پسر به دنیا آمده بود. میترسم دیوانه شده باشد. دیوانه یک عشق موهوم شده. دلت برایش میسوخت. در حقش درست مادری میکردی. تو که بی انصاف نبودی مختار. حق بده شوهرش را خودش انتخاب کند. انتخاب کند؟ اما نه پسر سعد ابی وقاص را. برای من ننگ است که شوهر خواهرم عمر سعد باشد. نادیه، غرورم را زخمی کنی؟ عشقم را سر میبرم. دیدی؟ عرب را با عجم چه فضلتی است. از زبان من جواب رد میشنیدی ممکن بود هزار جور فکر و خیال ناجور کنی. خواستم جواب نه را خودت از زبان این دختره که خیر سر یاغی بشنوی. مختاری که در میدان نبرد نرش یک فوج را می‌لرزاند و موی بر تنشان راست می‌کند. در قلمرو خانه‌اش به قدر یک موش اثر ندارد. رقت انگیز در این که مختار شیعه علی عاشق دختری شد که پیامبر پدرش را زیانکار خوانده. رسوایی این عشق 7 پشت مرا کفایت میکند. نگیان تو نه، تو شیعه مخلص علی همبالینی میخواهی شایسته مرامت. این ننگ مرا بس که عمر سعد این روباه کثیف مکار زیر پای جاریه نشسته و به اعتبار آوازه پدرش او را اغفال کرده. دستم به این رجاله برسد گردنش را خرد میکنم. مرحبا، احسنت. برای عمر ابن سعد ابن ابی وقاص مایه مباهات است که مختار ابوبید ثقفی دشمن اوست. از اینکه خشم مختار بزرگ را برانگیختم احساس غرور میکنم. امشب در این خانه چه خبر است؟ کدام بی‌صفت خائن این را سیسه را چیده؟ آمده ای با شرافت و آبروی من بازی کنی حرام زده؟ زور نزن مومن، خدای نکرده باد فت دوچار میشوی. کوشک سفید میدان حرب نیست که شمشیر میکشی. قلافمو زاده، من به مهمانی آمدم. شمشیر کشیدن به روی مهمانی که شمشیر ندارد رسم جوانمردی نیست. نجاستی که حریم این خانه را آلوده کرده فقط با خون پاک می شود. امشب این خانه مسلخ یکی از متتاست. نمیخواهم ورد زبان ها شود. عمر سعد بی دفاع بود و مختار جانش را گرفت. فرصت میدهم با خنجری که به کمر بستی از خودم دفاع کنی. پس آنچه در مورد فهمود رایت تو شنیدم مبالغه بوده. سلوی برو به عموی مختار خبر بده زود. بله یابانو، چشم. نمیخوای جرمم رو معلوم کنی و بعد مرا بکشی؟ جرمت را بر سنگ قبرت حک میکنم. از خودت دفاع کن. من به خواستگاری جاریه آمدم، نه به جنگ. برای رسیدن به جاریه باید بر نشم بگذارم. من تو را نمیکشم،
چون نمیخواهم اشکای جاریه را ببینم. یه چند دستم بدم. تو میتوانی مختار را رام کن. میترسم جاریه او امشب بدجوری زخمی شده. خرنش مختار، ما میتوانیم موضوع را مرد و مردانه حل کنیم. من در مقابل خود مرد نمیبینم. تو مرد بودی همچون سگی با وفا بر درگاه آل امیه واق واق نمی کردی. پدرت را معاویه به زهر کشت. تو به جای انتقام دستبوس و پابوس پسر ابو سفیان شدی. کسی که بر خون پدر توف میکند همچون حیوانی است که شکمش را از مردار خود پر میکند. خنجر بکش، خنجر بکش نامرد لاشخور، از خودت دفاع کن. یادت باشد خودت خواستی. من امشب با نیت خیر به این خانه آمدم. افسوس شر نصیبم شد. خوب ضربه میزنی مختار، اما من هم پسر جنگم. امشب یا بر زندانبان دیوانه و حار قلعه عشق غلبه میکنم یا در راه وصال معشوق سر و جان میبازم. تا عشق را نکشته کاری کن. عاقبت این جنگ جامعه اعضاییست که یکی از ما دو تن می‌پوشد. من هم دست و پایم رو گم کردم جاریه. تا به حال مختار را به این حال ندیده بودم. قلم پایت بشکند زربی، کجا رفتی؟ فقط سعید میتواند آتش این جنگ را خاموش کند. شب ثابت میکنم که پسر فاتح ایرانم. پسر سردار فاتح ایران. اندک آبرویی برایت مانده باشد میراث پدری است. به فتوحات پدر نازیدن هنر نیست. خودت چه داری سگ با وفای اموی؟ اینم چطور در گل مانده ای خرخسته علوی؟ حریف بی هنر طلبیدن که این همه ارعو ندارم. دست نگهدار جان عمو. تو کجا و کوشک سفید کجا پسر سعد؟ برای امر خیر آمدم. سگ غلات شکسته کوشکتان چنگ و دندانش را به رخم کشید. چه امر خیری مردک؟ به خواستگاری جاریه آمدم. اویی که خر است مابقی را هم مثل خود خر میپندارد. خواستگاری رفتن رسم و رسوماتی دارد خروس بی‌محل. تو بی اذن صاحب خانه، بی آنکه دق الباب کنی، آن هم در شبی که کوشک میزبان پسر پیامبر است، به این عمارت حکومتی آمده ای که دختر مطالبه کنی. خب کجا این کار جرم است؟ بی اذن صاحب خانه آمدم چون میدانستم روی خوش نشان نمیدهد. دق الباب نکردم چون میدانستم در به رویم باز نمی کند. امشب کوشک میزبان پسر پیامبر است. خب من هم آمدم تا سنت حسنه پیامبر را احیا کنم. یک جایی از کارت را غلط محاسبه کرده ای عمر. مقرر کرده بودیم هر کس بی اذن دخول داخل در کوش شود خونش را بریزند. تو چطور وارد کوشک شده ای و هنوز زنده ای؟ خب از اقبال بلندم بوده که هنوز زنده ام. عنایت بفرمایید، خونم را ریختند.
تو اقبالت بلند نبوده. یحتمل برج و باروی کوشک ما محکم نبوده. شایدم دروازه‌بانمان با کیسه درهم و دینار شل شد. به زودی معلوم می شود پشت این خواستگاری مشکوک چه نیت شومی پنهان بوده. دربندش کنید. تو که مرد عاقل و با تقوایی هستی حضرت والی. به کدام دلیل محکمه پسند مرا محکوم میکنید؟ هنوز حکمی صادر نشده. تو چند روزی مهمان کوشکی. حضرت والی، برای پسر علی برج و بارویی نمونده که من بخواهم فتحش بکنم. شما بیهوده من مظنونید. همینجا را غلط محاسبه کرده ای. من تا وقتی میزبان پسر پیامبر باشم بنا دارم به شیوه شیاطین شامی حکومت کنم. دلیل دندانگیری داشتی حاضرم در محکمه بشنوم. این کفتار را به من بسپارید عمو جان. قول میدهم زبانش را باز کنم. به یک شرط مختار، قول بده او را نکشی.